سلام بچه‌ها، اومدیم ما یه ویدیو دیگه. شاید این ویدیو اصلا خیلی خفنه، ولی نمیگم اونطور خفنه هست. و بچه‌ها فقط یه چیز عجیبی که قرار تو ویدیو ببینید با من. خب این ویدیو فقط میریم ببینیم نکتهشتون میگم. بچه‌ها لایک و ساب همه چی کنید. فقط یه چیزی هم بهتون بگم که من کلا نکته این ویدیو که شما از تایتل و تامنیل دید، ما قراره چیکار کنیم؟ قراره کلا سنسایی که مثلا دیگه هم براتون میذارم، مثلا نیترو میذاره، هر کسی دیگه که براتون میذاره رو اومدیم تست کنیم، بهتون بگیم که اونا سنس خوب میذارن، واقعی میذارن، فیک میذارن، چی میذارن، سنس میذارن، چی میذارن. اومدیم بهتون ثابت کنیم، بفهمونیم که سنس جدی که به شما میدن فیکه، چی میدن. آره دیگه. آجی باک خوردیم، پامون نگاه کن. آشو داشتم اون نگاه میخریده، فکر کرده فشاریه بتون راحت ما رو بزنه که پق ما. خب بچه ها بهتون اول این سنس رو نشون بدم که خودم نمیدونم خوبه بده. این سنسیه که تایگر گذاشته که همتون میشناسیدش و میخوایم بیایم تست کنیم ببینیم سنسش چیه. خب بچه ها من یک کاری میخوام بکنم که میدونم پشمه همتون میریزه و شاید باورتون نشه، ولی خب آره دیدی چیه این؟ آره بچه ها این یخه فال زدم و دیدم یخ بدی دارم، گفتم فقط حداقلش یه فایل یخی من بزنم ستم که خوبه، کانت خوبی که دارم، سک پلیر که هستم، والا یوتیوبرم که با اومده شما میشم. والا چرا مثلا دیدی ایمون آجی نزن نگاه داره بس میگه. خب همه چی هم که اوکیه، چرا یه یخ درست نداشته باشیم؟ گفتم یه یخ درست نداریم بریم فایلی بزنیم کیشون حداقل کد که تونستیم میکنیم. ای اوه چه اکانت جدید خریدم و همینطور که میبینید درس الیت بوم خفن‌ترین درس قدیمی الیت با این ست شاخ وال پاچمن و یه چیز اینا. کاش یخه واقعی داشتم، حالا که اصلا یخه داخل فیلم نیست میدونم نیست. خب فقط پشمان ریخته و خواستم فقط بدونم چجوریه، برم بزنم حالی کنم. یخه خوب نه دیگه، الان نصف پلیر ایرانی که هیچ خارجی هستن. خب خارجی اینشون حتی ستشون فایله. خب ولی من که ستم ماشاءالله فایل هم نیست و کانت جدید خریدم. بچه این از سنس حالا نیترو، ببینید نیترو سنس خوب به شما میده یا فیک میده. حالا من بعد موقع هم این سنس الان زدم و دلیلش هم الان خودتون میدونید دیگه. الان اسنایپر و این مچ داره تموم میشه. آجی برای اسنایپ سنس خوب نیست، ولی دلیل بهتون بدم اسنایپر اسکوپش صفر احتمالا هست چون خیلی نمیکشه که درست بزنه. آره دیگه این سنسه الان اسنایپ تموم کرده. بریم
اوکی کنیم ببینیم چی میشه. یه وود بگیریم، یه شات بگیریم. یومپی لeveli هم ماشاءالله داریم. حال کردم چون فقط هیچ 4-2 برار از صبح تا حالا داره ویس میخوره و تنها که با ما تونست، یعنی تنها که نمیتونست آجی، تنها که نمیتونست ویس بزنه اسنایپر بود که گرفته بود و یعنی الان ویستی وجود نداشت تو این بازی. آقا ویست بخوری میکند گوی بخور. میخوام اشته که شلوارت بدم پای. ای هرون ای بیشو بابا دیگه رای نداشتم باش زد دیگه کاش برم باش به حرمت این دنس بارد میکنه. ببین اجرا بیا نگاه کن هنو نیمده داداش داره اینا پرد میکنه. بابا ویس خورد 4 بچه. حالا من وسط ویدیو هم شما اگر با این انمی ها در افتادی 100% چیکار کنید؟ 100% بک بدید، اصلا بهشون اهمیت ندید. من بودم یه سطح فوششون میدادم ولی نمیشه. لامصبا بعد هدی زدیم به یارو داره مدکیت میکنه از صبح دارم. یا خدا کجا اومدی تو الان؟ دیشون مدکیت نکردی چرا میخوای الان وسم من بخوری؟ خب ببار مثل آدم مدکیتت کدام مجد کردم. مثلا پلایر جدید خیلی بحشن، مثلا اینی نیستن. یه خم نمیشین مصب. اوی باش میمیری یا نه؟ قسم میگی قسم یعنی یه قد وست خورد تا تونست شانسی هد ما بزنه. چون این بود از این ویدیو و ثابت شد که سنس دیگه نیترو میذاره بد نیست. خب و سنسی که میتونم براتون بگم کی براتون تایگر میذاره عالیه خوبه.